سیاره زمین هنوز هم خانه موجودات ناشناخته است که هیچ توضیح علمی برای آنها وجود ندارد. در این ویدیو موجوداتی را خواهید دید که تا دیروز فقط در افسانه ها از آنها سخن می گفتند. مرد داخل جنگل این حشره را دید که بدن نداشت اما همچنان راه می رفت. هیچ توضیح علمی برای این صحنه وجود ندارد. شاید زامبی باشد یا شاید تسخیر شده. یک شخص در یک خانه قدیمی موجود عجیبی را ضبط دوربین کرد. موجود کوتاه و اوزالانی با خارهای بزرگ روی پشتش. مردم محلی باور دارد این همان چوپاکوبرا است، موجودی که خون حیوانات را میمکد. اما گاهی حیوانات دیگر هم با چوپاکوبرا اشتباه گرفته شدند، مثل همین سگ ویلگارد. مردم محلی اول فکر کردند او همان موجود خونخوار است، ولی بعد مشخص شد تنها یک سگ بیمار و بیمو بوده است. اسب تکشاخ در بین گله از اسب‌ها دیده شد. اسب سفید با شاخ بلند روی پیشانی. در گذشته مردم اروپا باور داشتند این حیوان نماد پاکی و قدرت است. حالا تصویر واقعیش در دوربین ضبط شده است. این پرنده عجیب و درخشان شب هنگام روی تیر برق نشسته و سپس به پرواز درآمده است. ظاهر نورانیش باعث شد بسیار آن را ققنوس واقعی بداند. همان پرنده افسانه‌ای که عمر جاودان دارد و در پایان در آتش خود می‌سوزد. موجود شبیه پری دریایی در طور ماهیگیران گرفتار شد. این موجود ترکیب از انسان و آبزی به نظر می رسد. وقتی این ویدیو در فضای مجازی منتشر شد، بسیاری گفتند این موجود در واقع یک ساخته پلاستیکی انسان است، نه موجود واقعی. این پرنده عجیب و خطرناک روی یکی از برج‌های قدیمی ایتالیا نشسته بود. بالهای بزرگ، صورت غیرعادی و حرکات غیر معمول داشت. ناگهان پرواز کرد و در تاریکی شب ناپدید شد. یک مرد داخل آب موجودات بسیار ظریفی را دید. به محض لمس شدن به پودر تبدیل می شدند. چند بار امتحان کرد و نتیجه همان بود. هنوز هیچ توضیح علمی برای این موجودات شگفت‌انگیز وجود ندارد. حالا یکی از تصاویر تاریخی از جنگ جهانی دوم را می‌بینید. این تصویر از موجود نیمه گرگ و نیمه انسان توسط سربازان گرفته شد. همان چیزی که در افسانه‌ها به آن گرگینه می‌گوید. سربازانی که این موجود را دیدند به شدت وحشت کردند. این موجود عجیب و افسانه‌ای که گریفین نام دارد، ترکیب از عقاب و شیر است. در روایت‌های افسانه‌ای باور داشتند این موجود از گنجینه‌ها محافظت می‌کند. در میان رعد و برق بسیار واضح میتوان شکل یک اژدها را در دل آسمان تشخیص داد. به نظر میرسد هنوز هم در گوشه و کنار دنیا اژدها زندگی میکند. این ویدیو هم از اسب بالدار که در حال پرواز بود گرفته شد. در افسانه های یونانی این اسب بالدار پگاسوس نام داشت و گفته میشد فقط در خدمت پادشاهان است. اینجا تصاویر از تمساح‌های سفید اندونزی را می‌بینید. حیوانات کمیاب و مرموز که مردم محلی آنها را با احترام نگاه می‌کند. به همین دلیل بعضی آنها را در اسارت نگه می‌دارد تا شکار نشود. این ویدیوها نشان می‌دهد که افسانه‌ها همیشه دروغ نیستند و شاید برخی از آن موجودات منقرض شده باشد.